اگر شما مثل من مدتی دارید از چت جی پی تی و امثال هم استفاده میکنید اما حس میکنید که براتون کافی نیست، اینکه حالا یه پرامپتی میزنی یه خروجی میده، خب که چی؟ من میخوام بره و خودکار و خودمختار برای من تو دنیای واقعی یه کاری انجام بده. امروز براتون یه خبر خوب دارم. تو این چند ماهی AI ایجنت ها، اسم AI ایجنت توی اخبار، توی دنیای تکنولوژی داره میترکونه و الان با نرم افزار ایرانی بوبراندا ما این قابلیت رو برای کاربرای ایرانی ممکن کردیم که بیان و ایجنت ها یا پیشکارها یا کارپردازهای هوش مصنوعی خودشون رو بسازن و با استفاده از اون قسمت‌های مختلفی از کسب و کارشون رو یا زندگی شخصیشون رو کاملا اتومات کنن. تو این ویدیو میخوام قدم به قدم به شما روش ساخت یک پیشکار هوش مصنوعی با استفاده از بوبراندا رو آموزش بدم که اطلاعات اولیه کافی برای ابزارها و قابلیت‌های مختلف بوبراندا رو داشته باشید که بتونید با خلاقیت خودتون ایجنت‌های مختلفی رو بسازید و قسمت‌های مختلفی از دپارتمان‌های مختلف کسب و کاری که دارید یا توش کار می‌کنید و یا زندگی شخصیتون رو کاملا اتومات کنید. این ویدیو یه سری اصول اولیه برای شروع کار شماست. طبیعتاً ما در آینده ویدیوهای مختلفی برای کاربردهای مختلف و در واقع آموزش‌های پیشرفته‌تر قرار میدیم. اما تو این ویدیو اول شروع می‌کنیم اساساً توضیح دادن اینکه پیشکارها یا ایجنت‌های هوش مصنوعی چی هستن، چجوری کار می‌کنن و بوبراندا چجوری اونا رو طراحی می‌کنه بدون نیاز به کدنویسی. بیایید اصلا بررسی بکنیم که ایجنت‌های هوش مصنوعی چی هستن. ما عموما دو نوع ایجنت داریم و ایجنتی که امروز باهاش سر و کار داریم، تو اون یکیش نمیریم، ایجنتی که امروز باهاش سر و کار داریم ایجنت هایی هستند که روند از پیش تعریف شده‌ای که توسط کاربر تعریف شده رو طی میکنن. تو این روند از پیش تعریف شده قدم ها مشخصن اما طبیعتاً خروجی یک مجهوله و اطلاعاتی که استفاده میشه چه به عنوان ورودی چه به عنوان اطلاعاتی که برای پالایش استفاده میکنه و چه دیتای خروجی متغیرن و متفاوتن. مثلا یه مثال خیلی سادهش تو حسابداری میتونه این باشه که یک ایجنت هوش مصنوعی بره دیتایی رو از اینترنت بانک بگیره و متوجه بشه که موجودی مثلا حساب شرکت تو حسابهای مختلفش چقدره، یا بره و اکسل های حسابداری رو بررسی بکنه و بفهمه که چقدر طلب داره چقدر بدهی داره شرکت. و چیزی که این روند رو پیشکار هوش مصنوعی میکنه اینه که شما در واقع در وسط قضیه یک یا چند LLM دارید، چند مدل زبانی بزرگ دارید، چند هوش مصنوعی دارید که با استفاده از دیتا و قابلیت اتصال و ارتباط و استفاده از ابزارها، همون نرم افزارهایی که خودمون هم ازشون استفاده میکنیم، این روند رو اتومات میکنن و اجازه میدن که به صورت خودمختار این روند اتفاق بیفته. حالا بیایید وارد بوبراندا بشیم و بفهمیم که دقیقاً چجوری یک ایجنت کار میکنه و چجوری میتونیم یک ایجنت رو بسازیم. خب از طریق آدرس bobranda.com وارد سایت بوبراندا شدیم، ثبت نام کردیم، یک فضای کاربری ایجاد کردیم و حالا رفتیم تو قسمت پیشکارها و میخوایم پیشکار خودمون رو ایجاد بکنیم. رو افزودن پیشکار جدید میزنیم، ازش میخوایم که یک عکس ایجاد بکنه و یک نام به پیشکارمون بده و ما تخصصش رو هم تعیین میکنیم. حالا من الان میگم که یک در واقع ایجنت آموزشی مثال داریم. ذخیره رو میزنم. اینجا لازمه توضیحه که شما میتونید هر پیشکار رو در بوبراندا مثل یک کارمند توی یک شرکت در نظر بگیرید. یک کارمند توی یک شرکت یک تخصصی داره و یک سری وظایفی داره. اون وظایف ممکنه هر روز اتفاق بیفتن، ممکنه در طول ماه مثلا یک بار اتفاق بیفتن، در طول هفته یک بار اتفاق بیفتن. و یا ممکنه که یک وظایفی باشن که خب خاصن و استثنائیان. ما فعلا می‌خوایم روی اون وظایفی تمرکز بکنیم که مکررن، یعنی روند و قدم‌هایی که طی میشه تکراریه. اگه هر روز انجام میده، اگه هر ماه انجام میده، بالاخره یک فرآیندی رو طی میکنه و ما میخوایم این کار رو براش اتومات بکنیم. پس در نتیجه هر پیشکار در بوبراندا میتونه یک تعدادی روند داشته باشه. روی ایجاد روند جدید میزنیم و یک روند جدید ایجاد میشه برای پیشکارم. وقتی که این روند رو ایجاد میکنم با یک بوم خالی مواجه میشم. توی این بوم میتونم یک ماشه اضافه بکنم. کلا روندها توی بوبراندا از یک سری گره یا نود تشکیل شدن. هر گره یک وظیفه مشخصی داره، یک کار مشخصی رو میکنه. انواع نودهای ما اولیش ماشه است. شروع روندمون چی باعث میشه که روند ما کلیدش بخوره، سویچش استارتش بخوره و شروع به کار بکنه. شما میتونید وقتی که دارید آزمایش میکنید، تازه روندتون دارید میسازید، از یک اجرای دستی استفاده کنید. ولی وقتی که میخوایم استفاده پیشرفته تر بکنیم، یکیش میتونه بر اساس زمان بندی باشه. من میخوام هر روز سر ساعت 9 صبح
این اتفاق بیفته. یا اینکه میتونه در یک رویدادی توی یک اپلیکیشن باشه. مثلا اگر تو تلگرام پیام اومد فلان کارو بکن، یا اگر که آیتمی توی گوگل شیت من، توی اون در واقع اکسل من اضافه شد، فلان کارو بکن. همینطور میتونه از طریق وب هوک ها باشه. اگر از نرم افزاری استفاده میکنید که وب هوک ساپورت میکنه، شما میتونید از وب هوک استفاده بکنید. یا اینکه میتونه ارسال فرمی باشه، فرم رو میتونید تو خود بوبراندا بسازید، یا اینکه میتونه فرم اکسترنالی باشه که از طریق HTTP در واقع وصلش میکنید. ماشه دیگه میتونه این باشه که شما روند دیگری ساختید، میتونه برای همین پیشکار باشه اون روند، یا برای پیشکار دیگری باشه. وقتی اتفاقی در اون روند افتاد، شما میتونید و با استفاده از اتفاقی تو اون روند افتاده، این روند دیگر رو تریگر بکنید و شروع بکنید. و در نهایت پیام چت که این هم باز بیشتر توی اکسپریمنت کردن و آزمایشی در واقع پاسخ میده، و خصوصا وقتی که میخواید یک هوش مصنوعی رو در واقع متصل بکنید که توی خود بوبراندا اگر چتی من ارسال کردم، توی خود همین بوم اگر چتی ارسال کردم، با استفاده از اون چت اینو بفرست به هوش مصنوعی، تحلیلش کن و خروجی رو حالا بگیر یا قدم بعدی رو اجرا بکن. خب ما فعلا چون میخوایم آزمایش بکنیم یه اجرای دستی ایجاد میکنیم. حالا من میتونم نود بعدیم رو اضافه بکنم. چه نوع نودهایی داریم توی بوبراندا؟ ما میتونیم عملیاتی رو توی یک اپلیکیشن انجام بدیم. مثلا وقتی که ورکفلو اجرا شد، برو توی گوگل درایو من و یک گوگل شیت جدید یا یک گوگل داک جدید ایجاد بکن. طبیعتا شما برای متصل کردن این نرم افزارهای ثالث به بوبراندا نیاز به یک سری کردنشال دارید. ما لیستی از نرم افزارهای مختلفی رو تقریبا فکر کنم الان دیگه 400 خورده نرم افزار رو به صورت پیش ساخته ما یکپارچه کردیم و شما میتونید بدون اینکه حالا کار پیچیده‌ای بکنید اعتبارنامه‌های خودتون رو وارد بکنید. ولی در هر صورت شما میتونید هر نرم افزاری که API یا CURL و یک کردنشال به شما، یه سیستم اتنتیکیشن در واقع به شما بده، میتونید با طریق HTTP ریکوست وصلش بکنید. حالا اونو عمیق‌تر واردش میشم. برای گوگل مشخصا خب یک روند ایجاد اعتبار دارید که حالا من در ویدیوهای دیگری اینو کامل توضیح میدم، چون مثلا گوگل یه مقدار متفاوته. ولی در هر صورت شما یک API رو از یک سرویسی میگیرید، حالا بر اساس ستینگش خود نرم افزار میاد و تنظیم میکنه که شما دیگه چه اتنتیکیشن هایی نیاز دارید. من HTTP ریکوست ها رو در یک ویدیو دیگه باز هم کامل توضیح میدم. و البته چیزی که بوبراندا رو بوبراندا میکنه، یک ایجنت ساز هوش مصنوعی میکنه بدون نیاز به کدنویسی، این ماژول AI ایجنت ما هست. AI ایجنت چی کار میکنه؟ مثل یک مغز عمل میکنه، در واقع مثل یک انسان عمل میکنه که شما میتونید بهش یک مغز بدید، یک حافظه بدید و یک ابزار بدید دستش که با استفاده از مغزش و اطلاعاتی که توی حافظش هست از این ابزار یک استفاده‌ای بکنه و یک خروجی بگیره. شما میتونید به یک AI ایجنت یک مدل زبانی رو، یک LLM رو به عنوان چت مدلش و به عنوان مغزش اضافه بکنید. این میتونه حالا انتروپیک باشه، جمینای باشه، مدل های مختلف اوپن سورسی که توی طریق گراک میتونید دستی داشته باشید، یا خود اوپن AI و چت GPT باشه. شما طبیعتاً باز اینجا هم نیاز به یک API کی دارید. میتونه API خودتون باشه، یا میتونید از API بوبراندا استفاده کنید که احتمالاً تا زمانی که این ویدیو رو شما مشاهده بفرمایید ما این قابلیت رو اضافه کردیم که شما توی در واقع بوبراندا بتونید از API های ما استفاده کنید. از توکن های حساب کاربریتون کسر میشه هزینه‌اش و در واقع بخشی از پلنیه که تهیه میکنید. شما همینطور میتونید یک حافظه اضافه کنید. طبیعتاً هر انسانی برای اینکه بتونه یک کاری انجام بده، جدای مغزی که به صورت بیولوژیک داره، نیاز به یک حافظه‌ای داره، یک دانشی داره، رفته دانشگاه یاد گرفته، رفته مدرسه یاد گرفته، رفته تجربی یاد گرفته. و اینجا در مورد هوش مصنوعی شما همینجوری باید فکر بکنید که من میام یک سری کانتکست بهش میدم، یک سری محتوا بهش میدم که بتونه با استفاده از اون بره و تحلیل بکنه، بفهمه دقیقاً در این موضوع خاص در شرکت من برای انجام این کار من به چه چیزهایی نیاز دارم. حالا ما انواع مختلفی از حافظه رو ممکن کردیم. آسان ترینش ویندو بافر مموریه، ولی شما میتونید از حالا SQL استفاده بکنید یا در واقع مدل های حافظه مختلفی. و در نهایت هوش مصنوعی ما به ابزار نیاز داره. این ابزار بستگی داره به کاری که شما میخواید هوش مصنوعی انجام بده. میتونه نوشتن کد باشه، فرستادن HTTP ریکوست باشه، میتونه صرفاً ذخیره کردن دیتا بعد از تحلیل و انجام یه سری کارا باهاش باشه.
میتونه ارسال جیمیل، اضافه کردن چیزی به تقویم گوگلتون، میتونه پست کردن چیزی به بلاگ وبسایتتون باشه اگر حالا قابلیتش رو از سمت وبسایتتون ایجاد کردید، میتونه ایجاد کردن صفحات نوشن باشه، ارسال پیام تو تلگرام باشه، ارسال پیام تو اسلک باشه، تو واتساپ باشه، تو اینستاگرام باشه. هر چیزی که شما فکرشو بکنید عملاً ممکنه. البته توی بوبراندا طبیعتاً شما به جز گره‌های ماشه، گره‌های ابزار، افزارهای ثالث و گره هوش مصنوعی، گره‌های دیگه‌ای هم دارید. گره تبدیل داده به شما اجازه میده که حالا یا طریق کد یا طریق در واقع روندهای دیگری یک اتفاقی رو، یک فرایندی رو، یک در واقع پالایش داده‌ای رو رقم بزنید. این میتونه کد باشه، در واقع دستکاری کردن زمان باشه، دستکاری کردن فیلدهایی در حالا نرم افزار یا در داخل خود روند باشه. اگر دیتای خروجی گرفته شده، فیلتر کردن این دیتا، اگریگیت کردن این دیتا، پالایش اون داده برای حذف مثلا دوپلیکیت ها یا محدود کردنش، تقسیم کردنش، هر فرآیندی که شما فکر می‌کنید دیتای شما نیاز داره. این خب طبیعتاً بستگی باز داره به کاری که می‌خواید انجام بدید و یه مقدار حالا یه دانش کلی فنی نیاز داره که شما بدونید دقیقاً چی کار دارید با این نودها می‌کنید. نودهای جریانیمون هم باز در واقع به صورت شرطی میتونن یک سری کارهای انجام بدن. مثلا میگه که شما به این نرم افزار درخواستی زدی که یک چیزی رو، فایلی رو آماده بکنه، حالا صبر بکن، 5 دقیقه صبر کن، بعد برو چک کن، دانلودش کن خروجی من رو. و در نهایت گره‌های هسته‌ایمون هست که بازم میتونه کد بنویسه، میتونه HTTP ریکوست بفرسته، میتونه وب هوکی رو در واقع استفاده بکنه، یا اینکه میتونه یک روند خارجی رو، روند ثالثی رو در یک ایجنت دیگه، در یک پیشکار دیگه توی بوبراندا اجرا بکنه، میتونه کارهای مختلفی رو باز در سطح اینترنت انجام. و البته روند شما لازم نیست که حتما یک ماشه داشته باشه. شما میتونید با کلیک کردن روی افزار ماشه دیگه چند ماشه برای روندتون تعریف کنید. این موضوع در مورد خروجی هم صدق میکنه. شما میتونید روندی داشته باشید که چند شاخه میشه و میگه که اگر این اتفاقات افتاد، حالا به استفاده از یک if statement، شما میتونید بگید اگر این اتفاق افتاد این قسمت از روند رو طی کن و اگر این اتفاق افتاد این قسمت از روند رو طی کن. خب برای جمع تا اینجا کاور کردیم که هر پیشکار تعدادی روند داره. هر روند از تعدادی گره تشکیل شده که هر قدم در اون روند رو توصیف میکنه برای بوبراندا که بتونه اجرا بکنه. انواع گره های ما یک ماشه هستن، چیزی که روند رو شروع میکنه. دو، گره های کاربردی ما هستن که حالا با یک ابزار ثالثی وصل میشه یا یک عملیات کدنویسی انجام میده، یک عملیات کامپیوتری دیگه انجام میده. و سومی، گره های هوش مصنوعی ما هستن که در واقع مثل یک نیمچه انسانی عمل میکنن که یک وظیفه خاصی رو خیلی خوب میتونه انجام بده با استفاده از مغزی که هوش مصنوعی یا یک LLM باشه. خب امیدوارم که این آموزش خیلی کوتاه و اولیه براتون مفید بوده باشه. در ویدیوهای بعدی که احتمالاً تا زمانی که شما این رو ببینید آپلود شده توی یوتیوب ما، تو آپارات ما، میتونید یاد بگیرید چجوری قسمت‌های مختلف از کسب و کار خودتون رو به صورت عملی با چه روندهایی و با چه پیشکارهایی، با استفاده از چه ابزارهایی، چه نودهایی، چطوری دقیقاً یک روندی رو طراحی بکنید که قسمت‌های مختلف از زندگی شما و کسب و کار شما رو کاملاً اتومات می‌کنه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید یا انتقادی داشتید توی کامنت ها حتما برای ما بنویسید و هر سوالی، هر مورد در مورد استفاده از بوبراندا اگر داشتید به صورت رایگان میتونید یک جلسه با شخص من رزرو بکنید و لینکش توی سایتمون هست. هر جا توی لندینگ پیجمون توی قسمت مشاوره دکمه دریافت مشاوره رو دیدید، از اونجا یه لینک میزنه، لینکش البته توی دسکریپشن این ویدیو هم مینویسم، یه لینک میزنه، شما میتونید خیلی راحت یک جلسه نیم ساعته، یک ساعته با من به صورت آنلاین بوک بکنید و در واقع کاملا سوالاتتون، پرسشاتون برطرف بشه. خیلی ممنون از وقتی گذاشتید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.